داستان از اونجایی شروع شد که آمریکا بنا به یه سری دلایل که اصلا به ما ربطی نداره چند تا اتهام جاسوسی به هواوی زد و در نهایت هم تحریمش کرد. همین تحریما باعث شد که هواوی یه قدم با به خاک سیاه نشستن فاصله بگیره. از اونجایی که هواوی اصلا توی کتش نمیره که کاسه گدایی جلوی این و اون بگیره، همون اول لاتیشو پر کرد و گفت حالا که اینجوریه سیستم عامل اختصاصی خودمو میزنم. این شد که سیستم عامل هارمونی متولد شد. حالا بریم با هم ببینیم این سیستم عامل هارمونی چیه، اصلا به درد بخور هست یا نه صرفا یه بازی تبلیغاتیه. قبل از اینکه بریم سراغ ادامه این ویدیو، خوشحالم میکنید اگه همین الان با لایک و کامنت و سابسکرایب کردن از من حمایت کنید. بریم سر وقت قابلیت‌های این سیستم عامل. یک، هارمونی او اس 2 یه سیستم عامل متن بازه که این متن باز بودن یعنی چی؟ یعنی کدهاش در اختیار همه هست و هر کسی که دانششو داشته باشه میتونه اونو اصلاح بکنه. حالا این متن باز بودن به چه درد میخوره؟ به این درد میخوره که دیگه برنامه‌نویسا خیلی راحت و بدون هیچ گونه دنگ و فنگی میتونن براش برنامه بنویسن که همین عامل باعث میشه که برنامه‌نویسای زیادی بهش جذب بشن. حالا همین هواوی یه سری ابزار اختصاصی هم برای دیولپرهای این سیستم عامل در نظر گرفته که نمیخوام زیاد پیچیده‌اش کنم، فقط اینو بدونید که دیولپرها خیلی راحت میان نرم افزارهای سیستم عامل‌های دیگر رو تبدیل به پلتفرم هارمونی او اس میکنن. دو، هواوی یه استراتژی برای سیستم عاملش داره و اونم اینه که این سیستم عامل به صورت یک پارچه روی انواع و اقسام دستگاه‌ها کار کنه، از گوشی و تبلت و ساعت هوشمند گرفته تا لوازم خونگی و غیره. یعنی دیگه مثل سامسونگ و اپل نیست که سیستم عامل ساعتاش با گوشیاش فرق کنه. در نتیجه همه برنامه‌های این برای اونم هست. یعنی به عنوان مثال اگه داری دوچرخه سواری می‌کنی و نمیتونی گوشیتو در بیاری، خیلی راحت میتونی نقشه رو با ساعت هوشمندت ببینی و باهاش مسیریابی رو انجام بدی. حالا هواوی برای اینکه اکوسیستم خودش رو زودتر به بلوغ برسونه با یه سری تولید کننده‌ها مثل جویانگ و میدیا داره همکاری میکنه که لوازم خانگی مبتنی بر این سیستم عامل تولید کنن. 3. هواوی حسابی به هوش مصنوعی این سیستم عامل هم فکر کرده و به این سیستم عامل قابلیت تشخیص خودکار صدا و تصویر رو اضافه کرده که باعث میشه شما بتونید با صحبت کردن گوشیتون رو کنترل کنید یا بهش بگید یه سری کارا رو انجام بده. یه جورایی همون گوگل اسیستنته. 4. توی این سیستم عامل هواوی تمرکز خیلی ویژه‌ای روی کلاس‌های مجازی کرده. کسایی که جلسات یا کلاس‌های مجازی برگزار کردن یا شرکت میکنن میدونن که هنوزم جلسات مجازی اونجوری که باید نمیتونه برگزار بشه. یه بار اپلیکیشن هنگ میکنه، سرور اجازه نمیده، سرعت اینترنت اجازه نمیده. همه اون پلتفرمایی هم که این مشکل رو ندارن امکانات خاصی ندارن که به نظر من اصلا ارزش امتحان کردنم نداره. خلاصه که هواوی خیلی ویژه روی این قابلیت کار کرده و صرفاً نصب کردن یه اپلیکیشن نیست. 5. قابلیت هیجان انگیزی که هواوی توی این سیستم عامل ایجاد کرده اینه که مثلا 5 نفرید میخواید نید فور اسپید بازی کنید. اگه تلویزیون و گوشی هاتون هارمونی او اس باشه میتونید بازی رو روی تلویزیون بازی کنید و کنترل حرکتی ماشین رو با گوشیتون انجام بدید. 6. قابلیت جالب بعدی اینه که مثلا مایکروفر خونت این سیستم عامل روشه، با نزدیک کردن گوشیت بهش دستور پخت غذای مد نظرتو بهت میده، یا مثلا با انجام این کار به غذا سازت میگی که مثلا یه رژیم غذایی برای تناسب اندام بهت بده و کلی قابلیت دیگه که چون برای خودم جالب نبود دیگه نگفتمشون. میتونید این قابلیت‌ها رو از توی سایت‌های مربوط به هواوی بخونید. حالا این سیستم عامل برای چه گوشیایی میاد؟ کپشن رو مطالعه کنید، لیست همه این گوشی‌ها رو نوشتم که امکان تغییر این لیست طبق گفته خود هواوی وجود داره. حالا سوالی که ممکنه براتون پیش بیاد اینه که آقا این همون اندروید نیست؟ طبق تحقیقاتی که من انجام دادم بله، درصد زیادی از این سیستم عامل اندرویده و دلیلش هم اینه که توی تستای انجام شده نوع خطاها و رفتار سیستم عامل با اپلیکیشن‌ها یکسانه. به عنوان مثال وقتی یه برنامه که برای نسخه قدیمی اندروید ساخته شده رو روی نسخه جدید نصب می‌کنید، به شما پیغام میده که این اپلیکیشن ممکنه درست کار نکنه چون مخصوص نسخه قبلی اندرویده. همین کار رو وقتی توی هارمونی او اس انجام میدید دقیقاً همین پیغامو میده، فقط به جای اندروید می‌نویسه هارمونی او اس. یا مثلا شما خیلی راحت با ADB میتونید هارمونی او اس رو کنترل کنید. نکته جالبش اینجاست که وقتی پارتیشن های سیستمی این سیستم عامل رو استخراج میکنید میبینید چارچوبش با اندروید یکیه. البته خود هواوی هم گفته بود که نسخه‌های اولیه بر پایه اندروید خامه و به مرور زمان تغییر میکنه، اما چیزی که تا اینجا وجود داره اینه که این سیستم عامل تفاوتی با اندروید نداره. البته دیولپرها هنوز مطمئن نیستن که واقعا فرق داره یا نه، چون هواوی نه نسخه اصلی رو در اختیارشون میذاره نه جواب درست حسابی بهشون میده. اگه هم بخوان ثبت نام کنن باید به همه سوالات هواوی جواب بدن
و خب این سوالات هم تقریبا سوالات بسیار شخصیه. خلاصه که چون اطلاعات زیادی برای ثبت نام لازم داره هیچکی ثبت نام نمیکنه. همین دیگه، باید بمونیم تا بیاد. ولی من فکر نمیکنم این سیستم عاملی باشه که بخواد دنیا رو از دو قطبی اندروید و iOS خارج کنه. همین دیگه، هرچی راجع به سیستم عامل هارمونی هواوی بود رو بهتون گفتم. امیدوارم که مفید بوده باشه براتون.